حالا که حوصلتون سر رفته میگم بیاین پانتومین بازی کنین. میاین بازی کنین؟ نه. پس همینطور بشینه هم دیگر نگاه کنین. اینم اسم نفر آخر. مادر بزرگ شما میای؟ نه من نمیام مادر. میخوام بگم تا احمد هست همین شیاف منم بذاره. باشه بیا. باشه حالا. خب نوبت منه. شارم نمی‌چره. خب 1000 پوند جاری زشته؟ جاری خالدار. نه میگم خالی که جاری رو برنمی چی؟ جاری که خاله برنمی داری؟ ماهی. شیاف. مادر بزرگ شما که توی بازی نیستی این چی نگی؟ باشه مادر. پس حیوونه. آره. هشما. مامان بزرگ شما این چی نگین هیچ نوبتی نداریم. اگه میخوایم باید یه گروه بکنمتون. نه من خستم میخوام بدم شیافمو بذاره. بیا دیگه. احتمالا این چیز دراز. همونجور که انتظار میرم شما نمیتونین تشخیص بدین دارم چی میگم. ایش چی بود مگه؟ عصا. اون مگه مار آفریقایی نبود؟ تو مار افعی رو به زور تشخیص میدی؟ من حرف از مار آفریقایی میزنی؟ بیشتر که شبیه قو بود با اون دستت. والا که من ضامن چشمای کور شما نیستم. بسه. خب اجرای آخره. آفرین. خب کی بود پسرم؟ با اونجا تازه میفهمی که امتیازها رو جابجا نوشتی یا قلم قلو نوشتی.